سوال چونین است. گفتنیم که در وقت نماز جمعه وقتی که میرایی که در فرض سر نشیده خطبه خونده در مو حالت سنت خوندن جایز است یا بعد فرض خوندن؟ در اثناء خطبه خواندن؟ بله. وقتی که وارد مسجد میشوید ولو این که امام در حالت خطبه خواندن باشد 2 رکعت نماز رو باید بخوانید، تحیه مسجد رو باید بخوانید، چون رسول الله صلی الله علیه و ولو در وقت خطبه باشد، به مجردی که وارد مسجد شدید 2 رکعت تحیه مسجد رو بخوانید، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تاکید کردن که هیچ کدام از شما نشینید تا اینکه وقتی که وارد مسجد میشوید 2 رکعت نماز بخوانید. از سنت چی سنت؟ نه غیر، فقط همین 2 رکعت نماز رو میخوانید فقط. بعد از فرض هر چقدر که میخواهید بخوانید، هیچ مشکلی نیست. امیرا چه نیت چه میکنی وقتی که 4 رکعت باید پیش از فرض نماز جمعه، 2 رکعت پیش از فرض نماز جمعه باید 4 رکعت سنت بخونی، وقتی که اما حالت در چه نیت میکنی؟ نیت نماز نفل میکنید، نیت نماز نفل یا سنت میکنید، یعنی کدام نیت خاصی وجود ندارد. باشه درست فهمیدم. تشکر. سلامت باشید. تشکرش. زنده باشید.